علیه آقای ترامپ که بتونه واقعا کارآمیز باشه، به یه جایی برسه این کار. این یه اتفاق واقعا خارق‌العاده بود در سیاست امریکا. این کاملا صحیح از صحبتی که این فرمایید، ولی در کلیتش خود این انعکاسی از وحشتی است که حزب جمهوری خواه داره. همیشه کاندیداهای تقریبا پررنگی وجود داشته، کالرفول بهشون میگیم، مثل آقای پت بیوکنن. آقای پت بیوکنن هم دقیقاً دیدگاه تا حد زیاد دیدگاه آقای ترامپ رو داره، ولی از لحاظ سیاست طبیعتاً یه مقدار پرتر هست. ولی در این چهارچوبه، در این مقطع میبینیم که حزب جمهوری خواه عملاً در وحشته، چون میدونه که از یک طرف آقای ترامپ داره ایالات رو میبره، 1237 رأی احتیاج داره که نماینده حزب جمهوری خواه بشه برای ریاست جمهوری و در حال حاضر یه چیزی حدود 530-540 تا رأی داره. هفته دیگه در فلوریدا هست انتخابات و در اوهایو. خصلت این دو ایالت این هست که اگر هر کدام از این کاندیدا این ایالات رو ببرند، تمامی رأی به ایشون، به اون شخص تعلق خواهد گرفت، به نسبت تقسیم نمیشه و عملاً اگر در هفته دیگه 15 ماه مارچ، 2 هفته دیگه، اگر آقای ترامپ این دو ایالت رو ببره یا حتی یک کدام از این دو ایالت رو ببره، عملاً میشه گفت جلودارش نخواهند بود و تمامی سعی حزب جمهوری خواه در حال حاضر این هست که بتونه یک ترمزی رو به اصطلاح به دست بیاره، یک ترمزی رو درست کنه که بتونه جلوی ترامپ رو بگیره. از چیش میترسن؟ من فکر کردم که آقای ترامپ دلیل این که داره میبره اینه که داره رأی میاره، داره رأی کسایی که در حزب جمهوری خواه رأی میدن و داره میاره. حزب جمهوری خواه از چی میترسه؟ ترسشون از این هست که در انتخابات نهایی، چون بر مبنای الکتور هستن دیگه، دفعه قبل صحبت کردیم که 536 الکتور وجود دارن که باید هر کدام از کاندیداها 270 تا رأی رو بیارن، قبول میشن. مسئله‌ای که وجود داره در حال حاضر، شرق آمریکا و غرب آمریکا رو در نظر بگیریم، ایالتی مثل کالیفرنیا، اورگان، واشنگتن، از طرف دیگه نیویورک، نیوجرسی، پنسیلوانیا، این ایالاتی هستند که تعداد الکتورهاشون زیاد است. رأی رو که آقای ترامپ داره میبره بیشتر در جنوب آمریکا است و ترسشون این هست، به خاطر این صحبت‌هایی که داره میکنه آقای ترامپ و این به اصطلاح خصیصه حرکت سیاسیش، باعث بشه که عملاً در انتخابات نهایی ببازه که احتمالاً چنین خواهد بود. ولی مسئله دیگه این هست که حزب جمهوری خواه در حال حاضر کاندید دیگه‌ای هم نداره. یعنی صحبت میکنیم در رابطه با آقای روبیو هست، آقای کیسیک هست، فرماندار اوهایو، آقای کروز هست، سناتور از تگزاس، که هیچ کدام از این باقی مانده کاندیداها اون قدرت سیاسی رو ندارن که در انتخابات نهایی بتونن در مقابل حزب دموکرات. الان بزرگترین مشکل انتای ترامپ حرکت اینه، نه که هیچ کس رو ندارن که بخوان دور اون جمع بشن برای اینکه بخوان ترامپ رو کنار بندازن. دقیقاً. یه مقدار میخواستم برگردیم و به خود آقای رامنی یه توجهی بکنیم، برای اینکه صحبت‌هایی که آقای رامنی کرد قابل بررسی خودش. آقای رامنی همونطور که گفتیم کاندیدای قبلی بود از طرف حزب جمهوری خواه، ولی واقعیتش این بودش که به خاطر اینکه آقای رامنی مورمنه و کلاً به خاطر اینکه خود آقای رامنی فرماندار ماساچوست بوده که ایالت خیلی آزادی خواهیه و برای اینکه بتونه توی ماساچوست بتونه به کار به نتیجه برسه، خیلی از کارهایی که ایشون اونجا پیشنهاد کرده بوده پالیسی های معادلی بوده و براش مشکل بودش که بخواد با اون چیزا جلو بیاد. وقتی که نماینده حزب جمهوری خواه شد، حزب جمهوری خواه خیلی راجع به خود آقای رامنی مطمئن نبود. یعنی خیلی ها توی حزب جمهوری خواه به اون صورت با اینکه رامنی جلو باشه
راحت نبودن و الان این شخص رو گذاشتن جلوی در واقع بیننده های جمهوری خواه دارن سعی میکنن بهشون برسن. و بعد حرفایی که زد آقای رامنی راجع به کارگرها و فامیل صحبت کرد، در صورتی که آقای رامنی بودش که تیپ 47% اومد و در واقع کمک کرد به این که ببازه. تیپ 47% این بودش که در واقع داشت میگفت 47% مردم مفخورن و دارن از دولت پول میگیرن. آقای رامنی در مورد اینکه آقای ترامپ یه آدم خیلی هوشیاری در مورد کارهای بیزنسی نیستش صحبت کرد، در صورتی که آقای رامنی خودش در بیزنس هایی که داشته و این جزوی از کمپین قبلی بود، مشکلای عمیق بیزنسی داشت و چند تا از بیزنس‌هاش فیل کرده بودن. آقای رامنی راجع به این که آقای ترامپ اینا رو از پدرش به ارث برده صحبت کرد. اگر که آقای ترامپ یه چیزی به ارث برده که آقای رامنی 2 برابر اون از پدرش به ارث برده بود، به علاوه این که پدرش گاورنر میشیگن بود و کمک بهش کرده بود برای اینکه بخواد کارهای سیاسیش رو راه بندازه. آقای رامنی در مورد زنا صحبت کرد. آقای رامنی بودش که به ما گفتش که یه فولدر داره توش که توش پر زنن. آقای رامنی شکایت داشت از آقای ترامپ که چرا تکس ریترنش آقای ترامپ نیامده و ارائه بده. آقای رامنی وقتی خودش کاندیدا بود تکس ریترن خودش رو قایم کرد تا اونجایی که بالاخره دیگه نتونست اینو قایم بکنه. آیا آقای رامنی بهترین شخصی بود که حزب جمهوری خواه میتونست جلوی آقای ترامپ بذاره؟ مثلا من فکر نمی‌کنم مثلا اینکه آیا بهترین شخص بود و در همونجور که اشاره کردیم بهش، ایشون در حال حاضر به عنوان رهبر حزب جمهوری خواه است، به خاطر اینکه کاندید قبلی حزب جمهوری خواه بود در انتخابات 2012. طبیعتا اون خصلت، اون به اصطلاح هیبت رهبری رو داره. مسئله‌ای که حزب جمهوری خواه داره باش، مشکلی که باش داره سعی میکنه دست و پنجه نرم کنه این هست که از یک طرف خواهان در انتخابات قبلی میبینیم 2012 صحبت حزب جمهوری خواه این بود که آقای رامنی اونقدر کانسرواتیو نیست، محافظه کار نیست. در حال حاضر مشکلش این هست که آقای ترامپ خیلی محافظه کاره. این متاسفانه ضدیتی است که در حزب جمهوری خواه، البته در حزب دموکرات هم وجود داره و میتونه باعث به اصطلاح رکود اون حزب بشه. مسئله دیگه ای که وجود داره این هست که همونجوری که بهش اشاره کردین، خود آقای رامنی کاندیدای فیور نبود در 2012 ولی خب متاسفانه در هر دو حزب این مسئله وجود داره، این خصلت وجود داره، کسی رو که پیر اون حزب هست نوبت اون شخص است و ایشون به این در واقع این صحبتی که شما باش شروع کردین، این ایده پاپولیسم، میشه وجود آقای ترامپو یک مقداری تقصیر آقای رامنی بذاریم و بگیم که دلیل این که کسایی که داخل حزب جمهوری خواه هستن خوشحال نیستن، کلاً عصبانیان، این بوده که در حداقل 2 انتخابات اخیر حزب مجبورشون کرده یک کسی رو قبول بکنن که واقعا طرفدار قویش نبودن و آقای رامنی همونطور که شما گفتین یه کنسرواتیو محافظه کار خیلی سنگینی نبودش وقتی که اومد و این چیزیه که این حزب میخواد و این چیزیه که جلوش گرفته، جلوش میخواد بگیره. فکر میکنم که اتفاق دیگه‌ای که این هفته هم افتاد، الان این 2 جنبه متفاوت رو یه خورده شفافتر بکنه. آقای کریس کریستی که فرماندار نیوجرسی هستش و فرمانداری که خودش در حال حاضر 2 مشکل عمیق داره. یکی این که ممکنه که یه چارج هایی بر علیهش بیاد. بهمون بگین چیه جریان اون؟ آقای کریس کریستی ایشون که همونجور فرمودید فرماندار نیوجرسی هستن. در انتخابات قبل برای
به اصطلاح انتخابات مجددشون به عنوان فرماندار نیوجرسی، ایشون احتیاج به ساپورت و به اصطلاح آرا و یا در همون ساپورت میشه، ایندورسمنت شهردارهای مختلف رو داشت. و یکی از شهردارهایی که با این مسئله موافقت نکرده بود در شهری بود که در کنار یک به اصطلاح جورج واشنگتن بریج هست که در واقع نیوجرسی رو به نیویورک وصل میکنه و به عنوان اینکه بخوان به اصطلاح انتقام بگیره از این شخص، در یک روزی از طرف کسانی که در چارج اون پل هستن اون پل رو بستن و این باعث شد که اون شهر ترافیک جم زیادی، یعنی دشمنهای سیاسی خودش اونجوری که اونشون فکر میکنه دشمنش هستن و میخواست تنبیه بکنه. بله. و پولو بست که در واقع میتونه از نظر مسئله کار جنایی است و ایشون در حال حاضر هنوز به اصطلاح هیچ گونه حکمی صادر نشده ولی هنوز مشغول تحقیق هستن. اینوستیگیشن انجام. تحقیقات حقوقی به این صورت هست که میتونه عملاً به یک پوینتی برسه که ایشون رو ایندایت کنه و این از طرف دیگه خود آقای کریس کریستی در سال 2012 در واقع اون قاز تخم‌طلای حزب جمهوری خواه بودن که سعی میکردن ایشون رو مجبور کنن تشویق کنن علیه آقای اوباما ران کنه و ایشون این کار نکرد و در حال حاضر و در این انتخابات جدید عملاً بیشتر از 4% نتونست بیاره و از انتخابات کناره گرفت و در حال حاضر داره از آقای ترامپ هواداری. این چیزی که میخواستم بهش برسیم، دو تا قطب کاملا متفاوت برای آقای ترامپ. یکی این که از یک طرف در واقع رئیس حزب جمهوری خواه، رهبر حزب جمهوری خواه، رهبر قبلی حزب جمهوری خواه حداقل اومد و اسم آقای ترامپ رو در واقع گفت شارلاتانه، چیزی که شما نمیتونی پس بگیری دیگه، نمیشه پس گرفت. حرفایی که آقای رامنی زد و قابل پس گرفتن نیست دیگه. کسی نمیتونه بره پشت آقای ترامپ وایسه و مثل اینکه ما اصلا این حرفا رو نزدیم میخوایم الان حمایتش بکنیم. این اتفاق نخواهد افتاد. در واقع یه ساتور زدن بریدن، اون هر رابطه‌ای میخواست وجود داشته باشه اون رابطه رو بریدن. از یه طرف دیگه یه عده‌ای از حزب مثل آقای کریستی و مثل سناتور سشنز از آلاباما اومدن جلو که بخوان از آقای ترامپ ایندورسش کردن، ازش حمایت بکنن، در صورتی که ایندورسمنت جف سشن. برامون بگین جف سشن کیه؟ جف سشن در واقع سناتوری از آلاباما که ایشون در قبلا به عنوان وکیل به اصطلاح دادستان منطقه‌ای بهش میگن دیستریکت US attorneys و بعد این رو کاندید کردن برای آقای ریگان کاندید کرد برای اینکه بتونه یکی از قضات فدرال بشه، دیوان عالی کشور بشه. با دیوان عالی کشور مال کورت اف اپیل بود، مال دیستریکت بود، فدرال مال دی سی دیستریکت. ولی ایشون رو عملاً سنا قبول نکرد به خاطر گرایشات نژاد پرستی که داره و صحبت‌هایی که در قبل کرده بوده نسبت به سیاه‌پوستان و از این مسائل. عملاً این شخص، اینا به طور کلی کسانی هستن که یک قسمتی از بخش بهشون میگن بازمانده‌های دیکسوکرات‌های آمریکا هستن که هنوز از مسئله نژاد پرستی خودشون رو کاملا نتونستن جدا بکنن و اون گرایشات وجود داره و این شخص طبیعتاً از آقای ترامپ هواداری کرد و دلیلش طبیعتاً میتونه گرایشات. منظورم این بود، هم کسایی که اومدن از طرف حزب جمهوری خواه که آقای ترامپ رو ببرن در واقع، هم کسایی که اومدن که بهش کمک بکنن، هیچ کدومشون اون شخصیت هایی که بخوان این کارو بکنن نبودن. اینی که آقای سشن با تمام این تاریخی شما مطرح کردی، درست در زمانی که آقای ترامپ مشکلش با KKK داشت مطرح میشد، در واقع رینفورس کرد، در واقع پافشاریش آورد به اینکه آقای ترامپ ریسیسته و آقای رامنی اومدن و این صحبتایی که کرد
من مطمئن نیستم که گوش شنوایی از طرف کسی تو حزب جمهوری خواه باشه که بخواد به این حرفا گوش بده. ولی یه اتفاقی 100% افتاد و اون اینه که هر اتفاق دیگه‌ای که از الان به بعد بیفته، حداقل به نظر من اینطوره، ما داریم میریم به جایی که کنونشن جمهوری خواه در جولای یک برنامه خارق‌العاده و تاریخی باشه. بله. بگیم برام. با مسئله‌ای که وجود داره همونجور که عنوان کردم، برای جمهوری خواه احتیاج دارن شخصی که به عنوان کاندیدای رئیس جمهور بشه، نماینده حزب بشه، 1237 رأی احتیاج داره و اگر شخص نتونه 1237 رأی رو قبل از کنوانسیون بگیره، طبیعتا توی کنوانسیون اعضای نمایندگان ایالات مختلف میتونن به اون شخص رأی بدن. بهش میگن بروکرد کانونشن. و مسئله‌ای که وجود داره، در مرحله اول رأیگیری باید به اون شخصی که ایالتشون رو برده رأی بدن. اگر شخص نتونه در مرحله اول رأیگیری اون تعداد رأی رو بیاره، میره به مرحله دوم. در اون مرحله اون نمایندگان مجبور نیستن به شخصی که ایالت رو برده رأی بدن، اینه که میتونن به هر شخص دیگه ای رأی بدن و این بهش میگن بروکرد کانونشن. و تمام سعی حزب جمهوری خواه این است که بتونه به اون منطقه برسه، به اون نقطه برسه حداقل. و به همین دلیل است که آقای رامنی رو آوردن که احتمال داره ایشون به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه انتخاب بشه. اوکی. این جریان میخواد خیلی عمیق‌تر بشه. این اولین قسمت این فیلم بود که تو این هفته برای ما جلوی دوربین اومد. با ما باشید، در هفته‌های آینده براتون در مورد اتفاقایی که میخواد بیفته بیشتر توضیح خواهیم داد. خیلی متشکرم که امروز با ما بودین. لطف کردین آقای کاظمی. تشکر، در خدمتتون. مرسی. روز خوش.